امروز اومدیم با یه ویدیوی کوتاه خفن. میخوام امروز بهتون یه دونه ربات یاد بدم. اول این بلاک رو میکنید، البته فعلا نمیکنید، اینو میذارید، بعد میشینید شیفت رو میگیرید و اینو گذاشتم اونجا، اینو میذارید یه دونه اینجا، بعد اینو میکنید، اینو میذارید اینجوری که برعکس بشه. بعد حالا میتونید این درتو بذارید سر جاش، خیلی راحت اینو میذارید سر جاش. بعد من یادم رفت آیرون بیارم، یه بلاک آیرون میارید و میذارید سرش، بعدش اینم میذارید و بعدش براش دستم میذارید که زیباتر و خوشگلتر بشه، نایستر بشه. البته قراره خیلی جلوتر خشن بشه، ولی حالا اینو میذارید یه دونم کنارش. من ندارم. شیفت رو میگیرید، دوتا دیگه، بعد این پشتی هاشو میکنید. میشه برام بسازی؟ خفه میشه برام بسازی؟ خب بچه ببخشید داداشم بود. الان یه دونه اینا، یه دونه اینجوری، دوباره یکی دیگه، دوباره اینجا، یه دونه اینجا. میاید این کناری رو میکنید، میزنید تو صورتش، به صورتی باشه که صدا بده، هر دوتاش صدا بده. و بعد دوباره شیفت میپرید میذارید، اینم میذاریم کنارش. بعدشم ببندید دیگه، این صدا به این میره و بعد بریم سراغ ادامه. الان ما یه دونه اینا میذاریم، بله یه دونه اینا میذاریم، بعد میایم و اینجا اینجوری اینا میذاریم، همینجوری اینا میذارید تا آخر، همینجوری پشتم بذارید. یه دونه دوباره. خب حالا میاد در این مرحله اینجا و به جز این یه دونه اینا هم بردارید، اینو میزنید، اینو میزنید و در آخر شما باید داخل اینا رو از این چیزا پر کنید. من الان دوتا میذارم که فقط بهتون نشون بدم. اینا پر میتونید با تیرکمونم پرش کنید. یه دونه اینجا میذارم، یه دونم اینجا میذارم. حالا اگه روشن کنم این دوتا رو، اینجا رو اینجوری بگم که زیاد به چخ نده، ولی اینجوری میتونید شما یه ربات درست کنید که از خونه‌تون محافظت کنه. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.